بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما بینندگان عزیز و گرامی. امیدوارم که خداوند توفیق بده و در روزه توفیق، در نماز توفیق، در دعا، در عبادات و در خدمت به مردم به ما در این ماه مبارک توفیق بده و اکثرا این توفیق دارن. در ماه رمضان معمولا انسان ها بیشتر عبادت میکنن. میبینی مسجدها پره، میبینی که صدقات زیاده، میبینی که دعوا نیست، میبینی چیزای خوب خیلی هستش تو ماه رمضان. مهربانی زیادتره، روح معنوی زیادتره. شاید یک دلیلش این است که شیطانای سرکش بسته است. منتها بعد از ماه رمضان مشکل درست میشه. باز مردم همون آش و همون کاسه. چی کار کنیم؟ برنامه امروز اینه چی کار کنیم که بعد از ماه رمضان هم بتونیم ادامه بدیم این استارتی رو که این شروعی رو که در این ماه مبارک کردیم. بهترین چیز این است که فلسفه ببافیم. با فلسفه بافی، با حکمت، یادگیری حکمت. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. الله میفرماد هر کس که بهش حکمت دادیم خیر کثیر دادیم. خیر کثیر، از اون بیشتر دیگه خیری نیست، زیاد. یک حکمت این است که ما با خود بگیم که خیلی خوب، منش که گناه میکنم، فکر کنیم این گناه من الله میبینه یا نمیبینه؟ میبینه. خب چطور من خجالت نمیکشم که خدایی که داره منو میبینه، خالق منه، به منم گفته نکن این کارو، یکم آدم من میشه. باز با خودم فکر کنم که خداوند میتونه غضب کنه سر ما، حالا صبر میکنه، اما یه دفعه صبر نکرد چیکار میکنی؟ اینم یک راست که کمک میکنه که انسان از گناه جلوگیری کنه. یه چیز دیگه که خیلی کمک میکنه تا انسان گناه نکنه این است که با خودش بگه که ببین این نعمتی که من دارم این الله به من داده، من چطور یه چیزی که الله به من داده دارم بر ضدش استفاده میکنم؟ خجالت نداره این؟ پدر من پول بده و من برم با این پول چاقو بگیرم مثلا بزنم توی شکم برادرم، این چیز میشه؟ این خجالت نمیکشم که نعمت رو در راه. خب چشم یک نعمته، گوش یک نعمته. یک بار رفته بودم در یک، خود بنده آدم گناهکاری ام، ولیکن هیچ دلیل نمیشه که انسان گناهکار حرف حق نزنه. رفته بودم در یک جایی دیدم که مردم دارن به اصطلاح، رفته بودم تلفن کنم و از همین سیدی هایی بود، اما قدیما سیدی بود دیگه، زیادتر سیدی ها میفروختن برای مختلف. من تلفن اونجا موقع مثلا موبایل نبود، به اصطلاح میگفتن پی سی او تو پاکستان، یعنی تلفن خونه عمومی بود دیگه، نیاز بود تلفن بزنم، تلفن های ثابت بود. باز به اونا گفتم ببینید تمام این چیزایی که شما اینجا دارید، این دکانتون همش به یک نعمت چشم بسته است. اگر چشم نمی بود شما نمیتونستید اصلا این دکونه باز کنید، این مغازه رو باز کنید، این فیلم ها رو نگاه کنید یا بفروشید یا بخرید. گفتم ببینید قدر نعمت رو بدونید. اونا نفهمیدن اصلا من چی گفتم، ولیکن حقیقت این است که چشم یک نعمتی است که الله به ما داده، دست یک نعمتی است، زبان یک نعمتی است. چطور این نعمت رو در همون راه استفاده کنیم که الله نمیخواد، دوست نداره؟ مگر نه این است که الله دوست ماست؟ اگر الله رو دوست خود بدونیم، اگه مؤمن هستیم، اگه مؤمن نیستیم که بازی تمومه. اما اگه مؤمن هستیم کسی هست که دوست خودش رو ناراضی کنه؟ و از اون طرف شیطان دشمن ماست. چرا باید ما با گناهون خوشحال کنیم در حالی که دشمن کسی خوشحال کرده؟ ما توی زندگی خود ما اگر اتفاقی برای ما بیفته از اون فامیلی که دشمن است پنهان میکنیم که خوشش نیاد. درسته یکی از همین شبکه‌های خود ما، یکی از برادران ما مریض بود، گفت آقا من این مریض هستم، میگه نمیام، میگه همین دشمنای ما تو شبکه‌های ملحدین، تو شبکه‌های مشرکین خوشحال میشن. ما از چی پنهان میکنیم؟ از عرضم به حضورتون دشمنای خود، عیب‌های خود رو. پس چطور جلوی شیطان میایم گناه میکنیم تا اون رو خوشحال کنیم؟ از این فکر کنیم. و فرشته‌ها ما رو میبینن دارن مینویسن، خجالت نمیکشیم از اونا. اینا فلسفه‌ای است که میتونه به ما کمک کنه. دیگه ببین یک نکته رو بگم، هیچ انسانی نیست که زمین نخوره. همه ما زمین خوردیم و میدونیم هیچ امکان نداره، چون انسان رو پیامبر فرموده خطاکاره و بهترین خطاکاران گفت توابین هستن. یعنی چی؟ یعنی که زمین خوردی بلند شو،
یک فلسفه ای که باید بر خود ببافی اینه که اگر زمین خوردم بلند میشم، هیچ عیبی نداره. آماده کن خودتو که من حتما زمین میخورم. باز آسمان به زمین نیاری که ای من آدم نیستم. نه اینجوری نگو. دیگه چیزی که میتونی فایده داره برات این است که از قبل آماده باشی. یه کسی که برای دشمن، یعنی تو آماده باش که آقا دشمن ممکنه من حمله کنه، یعنی شیطان و گناه. آماده که باشی اون وقت برای سنگین نیست. بعضی از دوستان علما میگن که آدم حتی خواطر رو، یعنی چی؟ یعنی ذهنش رو هم پاک کنه. یعنی در ذهنش نیاد بگه آقا مثلا من سیگار میکشم، در ذهنش هم نیاره. در حالی که میدونیم که در حدیث هست کسی که در ذهن خودم گناه رو بیاره اون چی نمیشه، مجازات نمیشه. چیزی که در ذهن انسان بگذره که آقا من مثلا میرم دزدی میکنم، اینو خدا براش نمینویسه. ولی چرا باید اون کارو؟ چون که اصلا هر کار اول از ذهن شروع میشه دیگه. در ذهنت نیار، یعنی نذار که به اصطلاح دشمن بیاد در خونت. دیگه چیزی که فلسفه‌ای که میتونیم ببافیم، حکمت این است که ببین که این گناهی چون پی خدا کار خوبه که نمیگه نخون، نمیگه که اینو نخور، اینو که نمیگه نخور، شراب میگه نخور مثال. ببین که این کاری که من میکنم چه ضررهایی داره. این خیلی کمک میکنه که آقا من این کاری که دارم میکنم ظاهرا یک لذتی میبرم، اما ضررش برای بدن من چیه؟ برای اجتماع من چیه؟ برای آبروی من چیه؟ برای بچه‌های من چیه؟ برای زندگی من چیه؟ برای رزق من چیه؟ ضررها رو که ببینی اون کمکت میکنه که اون گناه رو نکنی. دیگه مثال یک ضررش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت محمد فرمودن که حالا اگر حدیثی میگن توش یک ضعفی است اما معنیش کاملا درسته که ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبه، به گناهی که میکنه انسان از رزقش محروم میشه. خب شما فکر کن که تو بگی من دارم این گناه رو میکنم و از رزق زحمت اینقدر میکشم برای پول، خدا منو محروم میکنه. معنیش درسته دیگه، چون که در این شکی نیست که معنیش درسته بر آیات دیگه و احادیث دیگه. خب وقتی رزق آدم کم میشه چرا آدم باید گناه کنه؟ مثلا ضررشو ببینه، نه سلامتی کم میشه. دیگه این که نکته دیگه این است که شما همیشه پند و موعظه بگیرید. الان دارید عرض منو گوش میکنید، این خیلی کمک میکنه بهتون. همیشه یک روز برای خودتون رو به اصطلاح تقویت کنید با شنیدن حرفای خوب یا با خوندن حرفای خوب. این خیلی خوب میشه. این میشه بخشید که انسان دوست خوب داشته باشه. نه سعی کنید با دوستای خوب بگردید، از اینا بخواید که شما رو پند بدن. از افراد خانواده بخواید، زن از شوهر بخواد، شوهر از زن بخواد، بگه آقا منو پند بده. از نصیحت ناراحت نشید، خوشحال بشید. و برنامه‌های از این قبیلی که الان دارید گوش میکنید زیاد گوش کنید. الحمدلله که این دوره کامپیوتر اینا خیلی کمک میکنه. بالاخره در شنیدن تاثیر هستش. دیگه این که حکمت دیگه ای که میتونه شما رو از گناه نگه داره این است که به خود بگید که شیطان منو ول نمیکنه. الان اگه من نگاه به حرام میکنم ولم نمیکنه تا زنا نکنم، زنا کنم ولم نمیکنه تا قتل نکنم. خب شیطان منو ول نمیکنه که آخر من همینطور جلو میبره. پس از اون بهتر است که یه جا من جلوش وایسم. اما چرا در اون پله اول وانایسم؟ اینم یه دلیلی میتونه کمک کنه. این لذت پیروزی رو ببینید که وقتی شما گناه نکردید یک لذتی میبرید از اون. این لذت رو با خود تجربه کنید، با خود مزه کنید، در ذهن خود بیارید. و اون چون که مؤمن هستید، معمولا هر مؤمنی بعد از گناه ناراحت میشه. اول اون ناراحتی رو بیارید که مثل سگ انسان پشیمون میشه. اول اون ناراحتی رو در ذهن خود بیارید که من که این کارو بکنم حتما اینجوری میشم. آیا اون ناراحتی به این لذتش میارزه؟ میبینید که نمیارزه. ولی معمولا ما اون ناراحتی رو در ذهن خود وقتی میاریم که گناه رو انجام دادیم. لذا این حکمت میگه حکمت خیر کثیره، به این خاطر گفته میشه. باز توجه داشته باشید کسی یک چیزی برای خدا ول کنه خدا بهترش میده. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یک چیزی برای خدا ول کنی خدا برات مخرج قرار میده از اون گناه و از اون بهتر برات رزق میده. ربای بانک رو برای خدا ول کن خدا از اون بهتر بهت میده. نگاه حرام برای خدا ول کن خدا از اون بهتر حلالش بهت میده. رزق حرام برای خدا ول کن از اون بهتر برات میده. دیگه چیزی که حکمت میکنه، من تون میگم که وقت ما داره تموم میشه. یادآوری مرگ. با خود فکر کن که من الان دارم این گناه رو میکنم، اگه مرگ بیاد، مرگ در نمیزنه که هر ساعت ممکنه بیاد. تمام کسایی که مردن نصفشون نمیدونستن، بلکه 90% نمیدونستن که یک دقیقه قبل، نیم ساعت قبل من که نیم ساعت بعد تو این دنیا نیستم. ما هم همونیم دیگه. چه میفهمیم که کی مرگ خواهد اومد. این خیلی کمک میکنه.
و برکت در زندگی میاد. یک چیزی که میتونه انسان رو کمک کنه که انسان گناه نکنه، این در انجیل نوشته از حرفایی است که معقول است و درست است. و انجیل هم که میدونید کتاب خداست و اونا توش دست بردن، اما حکمت‌های خوبی هم داره. یک حکمتی که در انجیل است این است که میگه شیطان برای دستای بیکار کار پیدا میکنه. اگر بیکار باشی شیطان ولت نمیکنه. پس بهتر است که یک کار مفید برای خود دست پا کنی. همیشه به یک کار مفید مشغول باش، چرا که شیطان برای دستهای ناپاک کار پیدا میکنه. و جهنم رو بیاریم، بدونیم که خداوند جهنم رو پر میکنه. نکنه یکی از اونها ما باشیم، نکنه از اونایی باشیم که در جهنم میگن که قال لو كنا نسمع و نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، ما كنا فی اصحاب السعیر. بله، نمیتونیم در اگر که ما میشنیدیم و گوش میکردیم، میشنیدیم و گوش میکردیم، میشنیدیم و فکر میکردیم، ما از اصحاب آتش نمی بودیم. پس بشنوید. شنیدن خیلی کمک میکنه که انسان، چون اصلا مشکل از غفلت به وجود میاد. وقتی انسان حرف رو بشنوه غفلت نمیکنه دیگه، انسان حقیر میشه. یک چیز دیگه داریم، دو تا چیز میگم که میمونه آخر حرف من است. یکی این که با دعا از الله مدد بخواه. خدا این گناه رو تو خلق کردی، منم تو خلق کردی، منو مدد کن از این گناه رو از من دور کن. هر چیزی رو الله خلق کرده دیگه، ما انجامش میدیم، به ما میگه نکن انجام. و دیگه اینکه ذکر بگو. ذکر یک کمربندی است که انسان رو از گناه حفظ میکنه، از شیطان حفظ میکنه. در مورد ذکر، در مورد کمربندهای ایمانی برنامه بعد نه، برنامه بدترش، یعنی پس فردا صحبتی میکنم که انشالله حتما بشنوید. الله حافظ و نگهدار همه شما دوستان گرامی. الله عبادتهای من و شما رو قبول کنه. و میگیم که اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه قنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین.